چجوری تونستم توی آلمان توی کمتر از 2 سال از کار جنرال به کار دانشجویی پاره وقت و الان به کار تخصصی تمام وقت توی دومین شرکت بزرگ دنیا توی دسته پروفشنال فاینانشال سرویس برسم. اگر که تو هم مثل من مهاجرت کردی یا حتی به مهاجرت فکر میکنی یا دنبال شغل توی خارج از کشور میگردی، این دقیقاً همون چیزیه که دنبالش میگشتی. توی این ویدیو قراره توی 5 قدم دقیقاً کارهایی که انجام دادم رو بهت بگم و علاوه بر اون بهت ابزاری رو معرفی کنم که اگر نبود من شغل الانمو نداشتم. اگه که این اولین ویدیویی که داری از من میبینی، سلام. اسم من رسوله. به صورت دانشجویی به آلمان مهاجرت کردم. دیگه دانشجو نیستم، درسم تموم شده و الان به صورت فول تایم دارم کار میکنم. توی این کانال از تجربیات خودم توی این مسیر براتون میگم. قدم اول، مهارت‌ها. من به محض اینکه کار جنرال پیدا کردم، شروع کردم روی مهارت‌هایی که توی آینده، یعنی الان قرار بود به دردم بخوره، فوکس کردن و اونا رو تقویت کردن. اشتباه نشه. بهتون نمیگم که برید 1000 تا دوره گوگل و لینکدین و هر دوره‌ای که توی آنلاین و توی اینترنت هست رو شرکت کنید و صرفا مدرکش رو بگیرید. بشینید ببینید توی آینده قراره چی کاره بشید، کدوم مهارت‌ها براتون پولسازه، کدوم مهارت‌ها بیشتر به دردتون میخوره، فوکس کنید روی اونا و اونا رو شروع به تقویت کنید. مهمترین مهارتی که من تونستم توی این 2 سال تقویتش کنم، یاد گرفتن زبان آلمانی بود. من با زبان انگلیسی مهاجرت کردم، تحصیلاتم به زبان انگلیسی بوده، ولی در کنارش از سطح A1 شروع کردم زبان آلمانی رو یاد گرفتن. که خب الان دارم نتیجه این محصولی که 2 سال پیش کاشتم رو برداشت میکنم و کار جدیدی که دارم توش کار میکنم کاملا به زبان آلمانیه. قطعاً که اگر 2 سال پیش من یاد گرفتن این مهارت رو استارت نزده بودم، الان نمیتونستم به این راحتی کار پیدا کنم. شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید، اکثرتون خارج از کشور هستید یا کسایی هستید که به فکر مهاجرت و شغل پیدا کردن توی خارج از کشور هستید. ببینید کشور مقصدتون چیه، زبانشون چیه و اولین قدم این باشه که روی زبان اون کشور تمرکز کنید. قدم دوم، رزومه. بزرگترین اشتباهی که شما توی این مسیر میتونید بکنید اینه که یک رزومه یکسان رو برای تمام شغل‌هایی که اپلای میکنید بفرستید. من کاری که کردم درست زمان بر بود، درست کلی تایم ازم میگرفت، ولی ارزشش رو داشت. من چی کار میکردم؟ میشستم رزومه‌مو برای هر شغلی که میخواستم اپلای کنم تغییر میدادم. یعنی چی؟ میومدم اون مهارت هایی که بیشترین اهمیت رو برای اون کمپانی، برای اون شغل داشتن بالاتر مینوشتم و یه جورایی به اصطلاح انگلیسی ها رزوممو تیلر میکردم به اون کمپانی و اون جاب پستینگی که داشتم براش اپلای میکردم. من یه ویدیوی کامل راجع به نحوه نوشتن رزومه حرفه‌ای و تحصیلی دارم. اولین لینک توی دیسکریپشن مربوط به اون ویدیوه. حتما بعد از این ویدیو اون ویدیو رو هم تماشا کنید. این حرف رو از من به عنوان نکته داشته باشین. شما وقتی اپلای میکنین ممکنه برای 100 جا 200 جا اپلای کنین و مدام ازشون ریجکتی بگیرین. یه کار خیلی ساده که میتونین انجام بدین، لازم هم نیست حتما برای هر کدوم یه ایمیل جداگونه بنویسین. صرفا یه قالب آماده داشته باشین، ریپلای کنید به اون ایمیل، ازشون بپرسین که دلیل ریجکتیتون چی بوده. شاید 10% 20% بهتون جواب بدن. ولی وقتی بهتون جواب میدن، اونجا موقعیه که شما باید نکته به نکته یادداشت کنید و توی سیویتون اعمال کنید. قدم سوم، لینکدین. به هیچ عنوان اهمیت لینکدین رو توی خارج از کشور دست کم نگیرید. من 2 سال پیش لینکدینم حدود 300 تا دونه کانکشن داشت. الان بالای 3000 تا کانکشن داره. کسایی که تخصصی توی لینکدین هستن میدونن که یه سری لیمیت هفتگی وجود داره برای تعداد درخواستی که میتونین بفرستین و شما معمولا این درخواست رو برای کسایی میتونین بفرستین که یه جورایی به شما مرتبطن. توی دانشگاه یکسان درس خوندین، توی کمپانی یکسان دارین کار میکنین یا به هر صورتی یک وجه مشترک دارین. فرستادن درخواست کانکشن تنها راه رشد لینکدینتون نیست قطعاً. من کاری که کردم این بود که اومدم تجربیاتم رو توی این مسیر توی لینکدین به اشتراک گذاشتم که خب خودش باعث کلی رشد توی پروفایل لینکدین من و همینطور دیده شدن توسط افراد مختلف به خصوص کمپانی‌های آلمانی شد. من شغل قبلی دانشجوییم رو مدیون لینکدینم هستم. به خاطر اینکه از طریق لینکدین جاب پستینگ رو دیدم، براش اپلای کردم و بعد از اینکه استخدام شدم ازشون پرسیدم که آیا داشتن پروفایل قوی توی لینکدین توی این مسیر به من کمک کرده یا نه
که با لبخند جواب مثبت شنیدم. پس اهمیت لینکدین رو توی خارج از کشور دست کم نگیرید. قدم 4، از کمک خواستن نترسید. در ادامه قدم قبلی باید بهتون بگم شما وقتی که پروفایلتون توی لینکدین رشد میکنه و دنبال شغل توی لینکدین میگردین، میتونین ببینین که توی کانکشن هاتون چه کسایی هستن که توی این کمپانی کار میکنن یا حتی چه بهتر که رکروتر این جاب هستن. من شاید بگم بالای 100 تا دونه درخواست به کسایی که مرتبط با اون شغلی که میخواستم براش اپلای کنن بودم فرستادم. درسته خیلی اصلا جواب منو ندادن، ولی همون چند نفری که بهم جواب دادن باعث شد که اپلیکیشن من بین هزاران اپلیکیشنی که اون شرکت دریافت میکنه بالاتر بره و بتونم حداقل مصاحبه ازشون بگیرم. خیلی از کسایی که مهاجرت میکنن تنهاتر میشن و همین تنهایی باعث میشه که خیلی نتونن یا خیلی نخوان از آدمهای دیگه کمک بگیرن. از کمک گرفتن نترسین، چه از دوستاتون، چه از افرادی که میشناسین و چه حتی از AI. صحبت از AI شد، بریم سراغ قدم آخر. قدم 5، چت جی پی تی. با خیال راحت میتونم بهتون بگم که اگر چت جی پی تی نبود من شغلی که الان دارم توش کار میکنم رو نداشتم. کاری که من میکردم این بود که میومدم لینک اون صفحه‌ای که آگهی شغلی از کمپانی داخلش قرار گرفته رو به چت جی پی تی میدادم، رزومه خودم بهش میدادم که قبلا خودم رزوممو مطابق با اون آگهی شغلی آپدیت کرده بودم و ازش میخواستم که منو برای مصاحبه آماده کنه. درسته یکم سخت بود، من باید بهش سورس میدادم، باید بهش میگفتم که برو 50 تا سوال پرتکرار توی مصاحبه ها توی این دسته از کمپانی ها رو برام در بیار، بعد با توجه به اونا از من سوال بپرس. که خب بعضی موقع ها اشتباه میکرد یا متوجه نمیشد که این شغل به زبان آلمانیه یا به زبان انگلیسیه. بعد من مجبور بودم که این چیزها رو بهش حتما بگم و یادداشت کنم براش که یادش بمونه. تکرار کردن این پروسه باعث شد که من فکر کنم که شاید یک راه راحت تری هم براش وجود داشته باشه. این شد که نشستم یک مدل اختصاصی از چت جی پی تی رو ترین کردم که بتونه با من طبق سورس هایی که بهش دادم مصاحبه کنه و من رو به بهترین شکل ممکن برای مصاحبه آماده کنه. من تصمیم گرفتم که این مدل اختصاصی ترین شده رو با شمایی که دارین این ویدیو رو تماشا میکنین به اشتراک بذارم. فقط کافیه که روی اولین لینک توی دیسکریپشن ویدیو کلیک کنین، اسمتون و ایمیلتون رو وارد کنید و من لینک دسترسی به این مدل رو براتون ایمیل میکنم. استفاده از این مدل کاملا برای شمایی که مخاطب این ویدیو هستید رایگانه. بعد از اینکه روی لینک کلیک کردید فقط کافیه که لینک شغلی که براش درخواست دادین رو بهش بدین یا حتی میتونین براش توصیف کنین که چه شغلی هست یا جاب دیسکریپشن رو کپی کنید و براش بفرستید. بعد از اون ازتون میخواد که سی وی تون رو براش ارسال کنید. به صورت اتوماتیک زبانی که سی وی تون رو داخلش تنظیم کردید رو تشخیص میده و شما رو با اون زبان برای مصاحبه آماده میکنه. با آرزوی موفقیت برای شما توی این مسیر. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگر که دوست دارین ویدیوهای بیشتری از من ببینین لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. لایک کردن این ویدیو خیلی به پیشرفت من کمک میکنه. همچنین اگر که دوست دارین ویدیوهای مرتبط با این ویدیو رو ببینین، من لینک تمام ویدیوها رو توی دیسکریپشن گذاشتم. مثل همیشه روی اهدافتون تمرکز کنید، از افکار منفی دور بمونید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. اگه که این اولین ویدیویی که داری از من میبینی، دستم خورد به میکروفون، شما نمیدونی میکروفون کجاست. اگه که این اولین ویدیویی که ریکورده، بله باید اینترومو تغییر بدم دیگه، دانشجو نیستم.